با این طفل که روزی 7 سپتامبر در دوشنبه به دنیا آمد مسعود نام گذاشتند. مادر و پدر او میگویند نام به شرف احمد شاه مسعود پدر و احمد مسعود پسر گذاشته شد که هر دو رمزی ننگ و ناموس و آزادی اند. پدر 20 سال پیش 9 سپتامبر سال 2001 در یک حمله تروریستی کشته شد. پسر حالا برای حفظ ننگ و ناموس و سرزمینش قد افراشت و با راه پدر رفت. پدری او را به خاطر سهمش در ختم جنگ شهروندی در تاجیکستان احترام میکنند. شادروان برهان‌الدین ربانی و شادروان احمد شاه مسعود را پس از مرگ با مکافات عالی دولتی جمهوری در تاجیکستان احمد شاه مسعود را نفری می‌دانند که دو جانب درگیر را در این کشور سر میز مذاکرات نشاند که در نتیجه آنها صلح کردند. قلعه او را در پنجشیر نه نیروهای شوروی و نه طالبان فتح کردن نتوانستند. احمد شاه مسعود افغانستان را یک کشور آزاد و انسان سالار دیدن می‌خواست. آرمان پدر من آزادی، استقلال، عدالت و برپایی یک نظام اسلامی معتدل بود. حالا احمد مسعود پسر او در راهی است که پدرش 20 سال پیش در آن راه کشته شد. این راه برایش در دره پنجشیر تنگ شده است و طالبان قسمت زیادی افغانستان را گرفتند. پنجشیر برای افغانستان می جنگد. طالبان حکومت اعلان کردند که در آن به زنها جای نیست و مردم هراس دارند که حقوق آنها پایمال خواهد شد. بسیاری ها در افغانستان که آن را فضای ترس و ناامیدی فرا گرفته است به احمد مسعود چشم امید بستند.